سلام، در این ویدیو میخوایم ببینیم که یوتیوب در سال 2024 به ازای بازدید ویدیوهای شما تقریبا چقدر پول پرداخت میکنه. خب همونطور که میدونید برای اینکه بتونید از طریق تولید محتوا در یوتیوب درآمد داشته باشید، دو تا شرط اصلی داره که باید اونها برآورده بشن. یکی اینکه 4000 ساعت زمان تماشا داشته باشید، یعنی مجموع زمانی که ویدیوهای شما در کانال یوتیوبتون تماشا شده به 4000 ساعت برسه. اما خب این شرط کافی نیست. شرط دیگه اینه که باید حداقل 1000 سابسکرایبر یا عضو در کانال یوتیوبتون داشته باشید. و بعد از اینکه این دو تا شرط رو شما بتونید بهش دست پیدا کنید، اون وقت میتونید کانال یوتیوب خودتون رو مانیتایز کنید یا به اصطلاح از اون کسب درآمد داشته باشید. برای اینکه بتونید این درآمد رو داشته باشید، باید به یک برنامه تحت عنوان یوتیوب پارتنر پروگرام بپیوندید. بعد یوتیوب به ازای هر یک از آگهی‌هایی که تو حین تماشا یا پخش محتوای ویدیویی شما نمایش میده، درآمد کسب میکنه و بخشی از اون درآمد رو در اختیار شما قرار میده. اما این پرداختی یوتیوب به شما به خاطر ویدیوهایی که تولید کردید در سال 2024 چقدر خواهد بود؟ طبق تخمینی که زده میشه در سال 2024 این مبلغ به ازای هر 1000 تماشا یا هر 1000 ویو بین 1 تا 30 دلار خواهد بود. به این ترتیب میانگین حدود 15 دلار خواهد بود. اما بر اساس تخمین ها اکثر کانال های یوتیوب درآمدی در حدود 5 تا 10 دلار خواهند داشت. برای کسب درآمد بیشتر در ازای هر 1000 بازدید میتونید چند کار انجام بدید. اول از همه میتونید کانالی در حوزه‌ای که به اون نیش یا RPM بالا میگن ایجاد کنید. RPM مخفف revenue per mille هستش، به معنی میزان درآمد به ازای هر 1000 تماشا، و بسته به حوزه‌ای که در اون فعالیت میکنید برخی تبلیغ دهندگان پول بیشتری برای نمایش تبلیغات روی ویدیوها میپردازند. به عنوان مثال اپل یکی از برترین تبلیغ دهندگان در یوتیوبه و احتمالاً تبلیغات خودش رو روی ویدیوهای فناوری قرار میده، و اکسپدیا یکی دیگه از برترین تبلیغ دهندگانه که احتمالاً تبلیغات خودش رو روی ویدیوهای سفر قرار میده. در اینجا فهرستی از برخی از حوزه‌ها که RPM بالایی دارند، یعنی در ازای هر 1000 بازدید ویدیوهای شما پول بیشتری رو برای تبلیغ به یوتیوب پرداخت میکنن و در نتیجه یوتیوب هم پول بیشتری رو به شما پرداخت میکنه و این باعث میشه که درآمد بیشتری از تولید محتوا داشته باشید رو با شما به اشتراک میگذارم. در این قسمت از ویدیو میتونید تصویر رو متوقف کنید و عکس بگیرید یا یادداشت کنید. این حوزه هایی هستند که اگر در اونها محتوا تولید کنید به احتمال زیاد درآمد بیشتری از طریق تولید محتوا خواهید داشت. اما این حوزه ها چه هستند؟ این حوزه‌ها شامل خدمات مالی و بانکداری، کسب درآمد آنلاین، فناوری، بهداشت و درمان، سرمایه‌گذاری، سفر، حقوقی، بیمه، آرایش، بازاریابی، املاک و مستغلات، خودرو، معرفی فیلم‌ها و ویدیوهای آموزش انجام کارهای مختلف یا به اصطلاح ویدیوهای DIY هستند.